بخشیده به روز شهر خوجند در مرکز ولایت شهر خوجند چاره‌بینی‌های مختلف برگزار گردیدند. در تاریخ 24 سپتامبر در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان بخشیده به این صحنه تاریخی با جلب دایره وسیع عالمان و استادان ادیبان کنفرانسیای علمی تحت عنوان میراث تاریخی خوجند برگزار گردید. در کار کنفرانسیه همچنین رئیس شهر خوجند شریفزاده شریف فیض شرکت ورزیدند. همایش علمی را رکتور دانشگاه پروفسور جمشید جورزاده افتتاح بخشید. گزارش نوبتی برنامه در این خصوص. در مقدمه کنفرانس علمی حاضران سخنرانی و معروضه علمی رئیس شهر خوجند شریفزاده شریف فیض را با عنوان خوجند امروز و افق‌های رشد فرد شنیدند. با مقصد تشکل حس وطنداری، تحکیم دولتی دموکراتیک و بنیاد دنیوی، احیای تاریخ و فرهنگ نیاگان و احترام به ارزش‌های ملی سنه 25 سپتامبر سال 2016 در قلمرو شهر خوجند روز شهر خوجند با تنظیم تجدید کرده می‌شود. رئیس شهر خوجند در انجام برآمد خود به کتابخانه دانشگاه کتاب تازه‌نشر پیشوای ملت را سپرده اظهار باوری نمود که من بعد نیز عالمان و محققان این مخزن علم و دانش برای بالا بردن معرفت، حس خودشناسی و خودآگاهی مردم و تربیت متخصصان باز هم بیشتر سهم خویش را می‌گذارند. در نوبت خود رکتور دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان پروفسور جمشید جورزاده به رئیس شهر خوجند شریفزاده شریف فیض دو کتاب تازه‌نشر عالمان دانشگاه را که به استقبال 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و روز شهر خوجند به نشر رسیده است تحفه نمود. بعد نامزد علم‌های تاریخ مدیر کافدری تاریخ خلق تاجیک جورابک اسام‌الدینов، نامزد علم‌های تاریخ دوچنت حبیب‌الله طاعتov، نامزد علم‌های فیلولوژیا دوچنت اسلامجان رحیمov دایره موضوع‌های مقام خوجند در تمدن شرق، تحولات تاریخی خوجند در عصرهای 20 و ابتدای 21، عنعنه و سنت‌های جشن و مراسم‌ها در خوجند معروضه نمود. همچنین نویسنده محیدین خواجه‌زاد به سخن برآمده حاضرین را با روز شهر خوجند تبریک نمود. مقصد از برگزاری امروزه کنفرانس در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان بخشیده به روز شهر عزیزمان خوجند باستان زیر نام تاریخ میراثی شهر خوجند این یک پیش از همه تربیت نمودن جوانان نسل نورسی امروزه در روحیه وطن دوستی خویشتن شناسی از جمله بلند برداشتن حس استتیکی آنها یعنی زیبایی پرستی آنها در وجود امروزه جوانان بیدار نمودن تاریخ گذشته فرهنگی شهر خوجند و مهر آنها رو به شهر عزیزمان باز هم زیاد نمودند. امروز ما از آن افتخار میکنیم که واقعا هم شهر خوجند در دوران استقلالیت به یک از شهرهای زیباترین، به یک از شهرهای آزادترین، یعنی نه تنها خود تاجیکستان بلکه به شهرهای زیباترین دنیا تبدیل یافته است. برنامه رنگین ادبی و فرهنگی دسته هنری آشیان مهری دانشگاه و چاره‌بینی علمی حسن انجام بخشید.